آقا من فهمیدم که هرچی بیشتر میفهمم هیچی نمیفهمم. اینجا تا اومدم مپو باز کنم دیدم 2 نفر اینجا صدا پاشون اومد، مپو بستم، هر چیز خواستم والبنگ بزنم نخورد. اینجا اومدم از این بالا برم، به خدا هر روز از این بالا میرفت یه لگ دادم اصلا نفهمیدم چی به چی شد. رفتم تو خونه، یکی تو گوشه این، یکی تو گوشه اون، یکی گفتم بابا برید خونه‌تون. زدم رفتن لابی، به خدا اینجا سگ پر نمیزد. رفتم اینجا یکیشونو زدم، یار خودم AFK بود، به 2 تا یار رندان گفتم یکیتون بیاد کاور، اون یکی که شبیه نون بربری بود مرد، پسی خورد اصلا. شماره 4 اومد گفت اومدم داشت کاورت. اومد یه دونه بک دادم، گفتم بذار برم کاور، شبیه شیر راش داد، شبیه چی بگم، شبیه مگس مرد. یعنی اینطوری که این راش داد من گفتم داش الان میره 2 تا اسکوادو میخوابونه. بک دادم، به خیال خودم گفتم تو این خونه هیچکی نبود دیگه، 2 نفر بود زدم. رفتم تو خونه دیدم 2 نفر، گفتم داش بیا پایین تو. اولیشونو زدم، اومدم برم بالا، گفتم نه الان خطه. این نور مدیکر دیدم، گفتم این الان میاد از پنجره خطشو بگیرم. دیدم یه اسمارس شیاف شد به بنده خدا، من دردم گرفت به قرآن. اومدم صدا راپله اومدم یه دونه کاور شات بزنم، دیدم نه داشتم پیچید. اینجا من هرچی ریلود میزدم نمیدونم شاهه ریلود میزنم هی شات کنم 4 تا تیر بود، هی ریلود میزدم هی شات کنم 4 تا تیر بود، نمیدونم این چیز چرا ریلود نمیکنه. رفتم بالا یه میستادم یه شات زدم، دمیج نامبرم نیومد ببینم چقدر دمیجش کردم. 117 رو گرفتم بهش دیدم از بک دارم جرم میدن، این مردش. کیل طرفو دزدیدم، یه شاتم به طرف زدم فکر کنم نخورد، بشینم ریجستر نشد. اومدم دیدم تیر نرم، از صدا پا رو ببین تو رو خدا، 100 تا صدا پاه. چه خبرتونه؟ یکم آرومتر. خب 2 تا مدیک زدم، باز اچ رو در آوردم ریلود کنم، هرچی ریلود میزدم هی من تیر نداشتم. صدا پا رو دیده بودم، اشکم داشت در میاد، موومنت رو ول نمیکردم به قرآن، انگشتام درد گرفت اینقدر موومنت زدم. اومدم تو خونه یه میستادم یه شات به این زدم، 117 گرفتمش، یار شبی نخوندم اومد تو دلم، یه مدیک یارم خودشو پاره کرد میگه مدیک بزن. یکی بالا خطه دم رافل. اومدم یه لحظه ریلود بزنم، یارو شبیه پیام بازرگانی اومد تو چشم ما. داش یه ذره آرومتر خود رعایت کن، 40 تا تیر میخوره کلا این گانمون. اومدم اینو بزنم دیدم 2 تا یاراش رو سقفن، بگیرم بهش جرم میده، یه شات از پشت زد به من، ریجسترش درست بود، با زمین و زمانش منو یکی میگرد. دوباره یه شات از پشت زد به من، سر سگ جون بازی خودم نمونم. اومدم یه شات به این میس، یه شات زدم بهش، دومی رو زدم بهش گفتم داش برو اینجا جات نیست. آقا اگه خوشت اومد ممنون میشم ساب کنی، واسه 100 تایی شدنمونم یه دونه اکانت جایزه میدم، تقریبا 20 نفر مونده، این نفر آخرشون هم یارم زد و تموم.